اینی ارزش پشتون است. شخصیت خانم خود کتمان نکرده، هویت خانم خود کتمان نکرده و جنسیت خانم خود کتمان نکرده، نام خانم خود پت نکرده. برش به مثابه انسان هم نوع همتراز خود دانستش، پالوی خود استارت کرده. امان الله خان، دکتر سید نجیب و اعلی حضرت محمد اشرف غنی احمدزی. ایناله ربانی ده، مسعود حبیبالله چرکه و هر آن رهبری را که خود دوست داری نشان بده که زن خود برادر عزیز ارزش انسانی داده باشه. نشان بده. تو تمدن نداری جوان، تو انسانیت نداری، شرافت نداری، زن به چشم انسان نمیبینی. تو تازی اگر میبینی در طول تاریخ ایران تام چلنج است، تمام شاهان ایران بکش. افغانستان تام چلنج است، تمام رهبرای تا بکش. چندان رهبرم خود افغانستان نداری، بازم همون چندتایی که داری رهبرای تا نشان بده که این گونه زنان خود قلف نکرده باشه، مثل از اینی شخصیت داده باشه به زن خود. نشان بده کی زن ستیز است، کی دشمن زن است، کی دشمن هویت زنان است. تو یا من؟ تو یک چیز دیگر رو برات نشان میدم. دکتر نجیب ببین، رهبرای جاهل تو را ببین. رهبرای جاهل تو اینی رقم کرده زنا را. رهبرای ما را ببین. در اروپا چنین ارزش به زن داده نشده بود. خب کیست دشمن زن؟ کیست بگو؟